هر کسی تو این دنیا یه فرصتی داره برای بودن، زندگی کردن. یکی فرصتش کمه مثل من، به بعضیان وقت بیشتری دادن. مهم اینه که از فرصتمون چطوری استفاده کنیم. کتابو خوندی نه؟ نه، میخواستم بگم که نگران من نباش، من حالم خوبه، دارم از فرصتم استفاده میکنم. اینطور میشه یه چیزی برام بخونی؟ تلفن که زنگ میزند یعنی از یاد نرفتی، حتی اگر به اشتباه شماره‌ات رو گرفته باشم. ببین دوست من، در دنیا خیلی آدم ها هستن که شمارهشان به اشتباه هم گرفته نمیشه.